عرض احترامات مجدد خدمت خواهرها و برادرای عزیز خود، نقطه مهمی است که ما باید در نظر بگیریم که امی فعل از امی دقیقه به اصطلاح دولت افغانستان یا مردم افغانستان باید در نظر بگیرن که ما سرمایه گذاری در قسمت تربیه پرسنل سیاسی به اصطلاح کسایی که در مورد سیاست بسیار آگاه باشند و بتونن که موضوعات افغانستان در آینده به شکل صحیح و درستش پیش ببرن باید ما توجه جدی کنیم. چرا یک اصطلاح هست میگن که ملتیپل سب پالیسی و اوست که ممالک که با افغانستان خصومت داره اونا خواستن که اشخاص ملی ما را ترور کنن از بین ببرن. با اصطلاح امی پاکستان اشخاص ملی ما را از بین بردن که امیر از نگاه انگلیسی ملتیپل سب پالیسی میگن که ما باید امی اصلی خود باید ما داشته باشیم که ما بتونیم اشخاص ملی را تربیت کنیم به سبیل المللی که در جهان بتونه منافع ملی مردم افغانستان به اصطلاح تامین کنه و پیش ببره. السلام علیکم، بفرمایید صاحب. سلام علیکم عبدالله سم. عبدالله جان السلام علیکم برادر گل، بفرمایید صاحب، امر کنید صاحب. برادر فقط یک نظر مدارم که اما روزه 200-300 جوان ما کشته میشه. بله. فقط یک را داره که 400 نفر از امی خائنین کشته شوه افغانستان آرام با آرامی میشه. بله. دیگه جا نداره یکی قوای قضایی نظامی برپا شوه. خب دیگه جا نداره. بسیار زیاد دو چیز است. یعنی دو چیز است. خب تشکر بسیار برادر گل از نظرتان صاحب. السلام علیکم صاحب، بفرمایید. صدیق متین در خدمتتان است. آقای متین سلام علیکم. السلام برادر گل، اسم مبارکتان. اسم من نوری است صاحب. همینجا یک یادداشت کنین آقای متین که من جایزه رو ببرم دیگه. حتما صاحب، جایزه $500 ما جایزه میتونم که پرابلم سیاسی افغانستان چی است. اول صاحب، اول مناسبات مطلق دوستی با همسایه ها، این معنای از این تسلیمی شدن معنا نمیته. اینجا میگه مالت نگاه کن همسایه تا دزد نگی. یک دیپلماسی فوق العاده بکار است که با همسایه از راه دوستی و برادری برای آرزوی آینده مملکت که ما در خطه دنیا قرار داریم باید اینا در دوستی باید پیش شود. بله. و برای اینا اطمینان داده شود که هیچ صورت ما قوای خارجی را چی از شرق چی از غرب چی از اینجا در داخل افغانستان اجازه نمیتیم و از داخل خاک ما هیچ سپوتاژی بر علیه همسایه ما داخل خاک افغانستان نمیشه. همزمان با مناسبات فوق العاده نزدیک با طالبان گرفته شود، همزمان با فرموده پیشتر شما تایید شود که یک جرگه عمومی یا اجتماع عمومی در داخل یا در خارج یک جای شود. اینی 3-4 موضوع اگر پالیده به یک دیپلماسی فوق العاده پیش برده شود در نتیجه وحدت ملی و یک قوت ملی بار میاره و همین راه خیر و صلاح مملکت است. بسیار زیاد تشکر. نامتان چی گفتین صاحب؟ نام من نوری است صاحب. نوری صاحب. خب باز ما صاحب در آخر برنامه براتون میگم صاحب. تشکر، لطف کنید صاحب. بفرمایید صاحب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صاحب. ببخشید ما جرمنی شما را زحمت میتونم. امر کنید صاحب، اسم مبارکتان. اسم ابراهیم دیقان. خب دیقان صاحب امر کنید صاحب. ما فقط رای مشکل سیاسی افغانستان دی میبینم که نبود استقلال، آزادی و عدالت. بله. دو، نبود یک دولت کارا و وطن پرست و دلسوز. بله. و رای حل فقط مبارزه جدی و هدفمند مردم به خاطر ایجاد یک دولت منتخب در کشور. بله. این است از نظر ما مشکل عمده سیاسی و رای حل. دیقان صاحب بسیار زیاد تشکر، لطف کردین با جواب گفتار برادر ما. قرار که شما خبر دارین آقای کرزی امی سیاست صلح‌آمیز که ممالک همسایه ما به اصطلاح در پیش برده 11 سال. شما ببینید که ایران میگه که دولت برادر ما و پاکستان میگه دولت برادر ما و طالبان میگه که برادرای ناراضی ما. شما ببینید که مشکل ملی خود ما فصل کرده نتونستیم. باید برادرای افغان ما که در صف طالبان هستند
باید این اسلحه خود به طرف پاکستان دور بتن و دست آیسا از افغانستان قطع کنه. در غیر از او شما میبینید که روز به روز تهاجم پاکستان بالا آیسای بالای افغانستان زیادتر میشه. السلام علیکم صاحب، بفرمایید. صدیق متین خدمتتان هستم. برای صاحب آقای متین سید مسعود پیرزای عرض میکنم. السلام علیکم پیرزای صاحب محترم، امر کنید صاحب. با ارتباط سوالتان مشکل سیاسی افغانستان به نظر من ما به انقلاب فرهنگی ضرورت داریم. خب صاحب. تا که وحدت ملی به وجود بیاید. بله. من شما یک سوال دارم. شما از آیسا یاد کردین که با آیسا افغان‌ها جاسوسی نکنن، همکاری نکنن. و در قسمت CIA چی نظر شماست که جاسوسی کنن با CIA یا نکنن؟ ما صاحب این موضوع را چون حال موضوع در قسمت پرابلم سیاسی افغانستان است آفترک میشیم. باید که هیچ ارگان همکاری نکنن افغان‌ها که به ضد منافع ملت و خلق مردم افغانستان باشه. تشکر صاحب. السلام علیکم، بفرمایید صاحب. صدیق متین خدمتتان هستم. صدیق متین صاحب معروف هستم. سلام عرض می‌کنم. السلام معروف جان، چطور هستی بیادر؟ دائم ما صحبت‌های شما رو میشنوم. امر کنید صاحب. 2 دقیقه دارین صاحب. 2 دقیقه صاحب. ما فقط مختصر چند عرض میکنم که مشکل اساسی ما چی است و راه حلش چی است. مشکل اساسی نمبر 1 مداخله نظامی، سیاسی و اقتصادی خارجی ها، مخصوصا همسایه ها. بله. نمبر 2 عدم حکومت ملی و پسندیده مردم افغانستان. بله. 3 مشکل اساسی ما بیسوادی. بله. 4 مشکل ما اقتصادی. بله. 5 مشکل ما عدم اتحاد. بله. 6 مشکل ما عدم وحدت ملی. بله. به خاطر ازی که اگر ما بتانیم امی همه مسائل رویش صحبت کنیم و حل کنیم وقت زیاد میگیره. فقط برای حلش 2-3 نقطه عرض میکنم. بفرمایید. تفاهم بین الافغانی از همه ضرورتر و اولتر. بله. که بین همه گروه های زی دخل در مسئله افغانستان باید با هم بشینن و برادرانه یکی دیگر را در آغوش بکشن، گذشته ها را ببخشن و یک زندگی به اصطلاح صفحه نو در تاریخ افغانستان ایجاد کنن و با برادری و عدالت اجتماعی و احترام متقابل و قبول کردن یکی دیگه. بله. یک وحدت ملی را به وجود بیارن که در او صورت ما میتونیم هم مداخله خارجی را قطع کنیم و هم یک حکومت ملی را در افغانستان به وجود بیاریم که او حکومت ملی توانایی از را داشته باشه که ملت ما را از همه بدبختی ها نجات بده. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لطف کردین صاحب معروف جان، بسیار لطف کردین صاحب. سلام علیکم صاحب. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امر کنین. صدیق متین خدمتتان هستم. السلام علیکم صاحب. من انجینیر عبدالله هستم از لندن. شما را زحمت میدم. انجینیر صاحب گل چه حال دارین برادر گل؟ صحت شما خوب است ان شاء الله؟ خوش شدیم که صدایتون شنیدیم. امر کنین انجینیر صاحب محترم. تشکر، زنده باشین. تشکر. متین صاحب محترم، ما به ارتباط موضوع افغانستان خواستم به اطلاع هموطنانی که در لندن زندگی میکنن به اطلاعشان برسانم که ما سبا تمام افغانان کسایی که وطن خود دوست داره، وطن پرست هستن، ما به ضد دولت پاکستان به خاطر راکت پراگنیایشان به منطقه ولایت کنر ما مظاهره داریم. تمام افغانایی که در لندن هستن در نایت بریج در لندن در روبروی سفارت پاکستان سبا ساعت 8:30 بجه تا ساعت 12:30 بجه ما مظاهره داریم و بعد از ساعت 2 بجه تا ساعت 4:30 بجه در پیشوی پارلمان انگلیس به خاطر اینکه یکی از اعضای پارلمانش گفته بود که ما افغانستان به 8 حصه تقسیم میکنیم. ما یک مظاهره بسیار عظیم داریم. از تمام هموطنان خود خواهش میکنیم که سبا بخیر در این مظاهره ما شرکت کنن و بیان تشریف بیارن. بسیار زیاد تشکر. باز جایش تکرار کنین انجینیر صاحب عبدالله. در کدام منطقه شما موضوع یک مقابل سفارت پاکستان و مقابل پارلمان؟ بله، از ساعت 8:30 تا 12:30 در مقابل سفارت کمیشنری عالی پاکستان است. خب. به نام نایت بریج. بله. در هایت پارک. خب. و از ساعت 2:30 تا از ساعت 12 تا ساعت از ساعت 2 تا ساعت 4:30 در پیشوی پارلمان انگلستان است. ای سباست. بله. بله، سبا روز جمعه است. خب. که به تاریخ مثلا 14 سپتامبر میشه. انجینیر صاحب ما شما را میشناسم.
شما یک انسان بسیار مبارز، قلبتان با افغانستان میتابه. تشکر و رویتان ماچ میکنم از تشکر از تلفنتان. تشکر شما. خدا حافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدیق متین خدمتتان است، بفرمایید صاحب. السلام علیکم متین صاحب، زه امیر خان خبره کوم سویزرلند نه. السلام علیکم، تاسو څنګه یې صاحب؟ تبتون خدي صاحب، بفرمایید صاحب. شکر الحمدلله. متین صاحب زما فکر نظر اول کې خو چې د افغانستان سولې ته فکر وکړو، امریکا ناټو کوم خلک د طالبانو مشران چې په تور لیست کې نیسي، هغه د اول کې نه نیسي، هغه خلک د ونیسي چې موږ ته بمونه رالېږي، موږ ته ماینونه رالېږي، لکه پاکستان، لکه ایران. تر څو پورې چې دغه باندې ناټو امریکایان دوی د خپل فشار نه لاندې نه کړي او پاکستان ته به معیشت دوی بمونه رالېږي، په افغانستان کې سوله نشي راتلی. دغه کچېرې کې جلال الدین حقاني د طالبانو نورو مشران په تور لیست کې ونیسي، په افغانستان کې نور داسې ثبات نور قومندانان دوی ټاکي، هغو ته وسلې ورکوي. ما د فکر د نظره کرزی صاحب هلته یو خبره کوي چې زه امریکایان کچېرې په پاکستان حمله وکړي، زه د پاکستان سره درېږم، پاکستان سره دوی درېږي، نو په دې وجه باندې په افغانستان کې سوله نشي راتلی. ما د فکر د نظره ستر کار امریکایان ناټو د موږ سره اخلاص چې وکړي په افغانستان کې چې جنګ شکېږي، چې مخالفین خبرو ته حاضر کړي، د طالبانو مشران د اسلامي مشران. ما په دې باره کې دغه نظر و. مهرباني تاسو مهرباني صاحب، مننه، ډېره تشکر صاحب، ډېر مننه صاحب. بازم به اطلاع خوارا و برادرای خود میرسانم که روز شنبه برنامه دیران جرگه است بین ساعت 1 تا 2. نظر به این که برنامه که از اروپا پخش میشه او ساعت 1 دایر میشه یا نمیشه، او رو ما میخوایم بفهمیم. شاید برنامه دیران جرگه ساعت 1 تا 2 باشه، دایر شوه و روز شنبه در اسپین خبری میز مدور بلوچا، بزرگای بلوچا تشریف میارن و موضوعات مربوط به افغانستان و بلوچستان صحبت میکنیم که این اتفاق افغانا با برادرای بلوچ انشالله که کمر آیسای پاکستان خاچکستان. ما از نظر سیاسی بسیار فعال هستیم. انشالله امی سعی توجه افغانای ملی ما داخل خاص امریکا و اروپا انشالله ما را به امی حال رسانده که حال دولت امریکا و ممالک ناتو با ما توجه کنن، بالخصوص ملل متحد توجه جدی میکنن به خواستار ما و ما کار داریم که همین کار کنیم بر مقابل مبارزه مقابل آیسای و فعالیت‌های آیسای دولت پنجابی بالای مردم افغانستان. روز دوشنبه هفته آینده میز مدور بلوچا رو دایر میکنیم در برنامه سپینی خبری و روز شنبه در برنامه دیران جرگه داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امر کنین صدیق متین خدمتتان است. سلام علیکم. سلام علیکم. خور څنګه یې صاحب؟ شکر الحمدلله. خپل سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. زما په نظر د افغانستان سیاسي مسله حل یوازینۍ لاره د ډیورنډ کرښې حل ده او همدارنګه د پنځې مسله چې دواړه حل شي نو خود په خود په افغانستان کې به ارامي انشاءالله راشي. بالکل. ډېره مننه خوره، ډېره مننه. سلام علیکم. سلام علیکم صاحب. ما یک تلفن دیگر رو میگیریم، یک دو سه تلفن دیگر رو میگیریم. باز همین موضوعی که مطرح کردیم راجع به این ما خودم یک تبصره میکنم، امید است که تبصره ما صحیح باشه. بازم هر برادری که سرش فکر میکنم جوابشون که مستحق به $500 میشه، خودم از جیب خود به اصطلاح این رو ما براتون تهدیه میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امر کنین صاحب. بله آقای متین، من پیروز هستم از هالند زنگ زدم. صاحب امر کنین پیروز صاحب. صاحب شما خوب است؟ زنده باشین، مهربانی صاحب. خوشحال هستم که چانس آوردم که یک چند دقیقه صحبت بکنم، البته 2 دقیقه بیشتر صحبت نخواهد کردم. شما سوالایی داشتین در ارتباط با مشکل سیاسی افغانستان، ولی تعدادی از دوستای ما فقط راه حلش نشان میدن. وقتی که مشکل سیاسی ما پیدا کردیم راه حل پیدا نمیشه. بله. من تو پیشنهاد دارم که وقتی در افغانستان یک قانون درست و قانون حاکم برقرار نباشه،
این مشکلات همیشه پیدا میشه. یعنی شما وقتی که در بین خانه‌تان یک قانون درست نداشته باشین، همیشه هر کس هر چیزی که دلش میخواد همون کارو میکنه. بله. بنابراین شما نمیتونید نگهداری داشته باشین. بله. در حدات خانه‌تان همیشه از امنیت برقرار، یعنی برخوردار نمی باشه. یکی از معضله‌های بسیار بزرگی که ما در افغانستان داریم و اون نمیتونه که به اساس موجودیت از او ما نمیتونیم افغانستان در آرامش قرار بدیم و نمیتونیم اراده داشته باشیم، نمیتونیم که قوانین خود تطبیق بکنیم. فقط عدم تطبیق قوانین و عدم حاکمیت قانون در افغانستان از سطح عالی که باید از ریاست جمهوری است تا پایان است. یعنی وقتی که در رأس کسی نتونه قانونی که وضع کرده از او احترام بگذاره بر از او و او را بتونه تطبیق بکنه، به سر خود تطبیق بکنه، بنابراین سر دیگه کس هم تطبیق کردن نمیتونه. تشکر. مثال بسیار بزرگ است که میگن که ماهی همیشه از سر گنده میشه. بله، زنده باشه. من فقط پیشنهادم این است که اگر در افغانستان خواسته باشیم که افغانستان برای افغانستان و برای مردم افغانستان نگاه بکنیم و پایدار نگاه بکنیم، باید با قانون اساسی پابند باشیم، ولو که اشتباهات بسیار بزرگ هم در وجود داره فعلا. بله. اگر قانون و حاکمیت قانون، عدم حاکمیت قانون در افغانستان یکی از اساسی ترین و بزرگترین مشکلات سیاسی افغانستان. تشکر. زنده باشید. صاحب بسیار لطف مرحمت کردین. خوارا برادرای عزیز و گرامی و عالی قدر، نظریاتتان قابل قدر است. از شما هر یک ما تشکر میکنم. ما میخواهیم که به اصطلاح در آخر برنامه نظر خودم بتم. امید است که مورد قبولتان واقع شود و میتونید که شما باز هم در برنامه آینده ما از ما این موضوع را سوال کنین. یک موضوع بسیار عمده است که یک اصطلاح را شما شنیدین به نام ویتنامیزیشن، به این معنا که وقتی که امریکا سقوط کرد در اونجا در ویتنام، باز عناصر مخرب به اصطلاح در ویتنام گذاشت و این عناصر مخرب به اصطلاح دیگه کار نداشتن که همو پیشرفت یا ترقی که در اوج می آمد رو میخواست تخریب کنن و از بین ببرن. به همین ترتیب هر سوپر پاوری که در مملکتی که رفتن اونا کوشش کردن که عناصر مخرب به جای بگذارن. مثلا همین تشکیل پاکستان، آیسای دولت انگلیس تشکیل کرد، یک عنصر مخرب است و در این حال شوروی رفت عناصر مخرب خود داخل خاک افغانستان یعنی باقی گذاشت و رویه و طرز تفکری این مردم، هر حزب و هر گروهی که باشه، اینا مثلا تخریب کردن آمدن یک ترقی در داخل خاک افغانستان، داخل خاک افغانستان است. مثلا همین عذابی که فعلا در افغانستان است، اینا شکل تخریبی دارن. یعنی شما ببینید که کدام حزب کدام فخر ملی را داخل خاک افغانستان به وجود آوردن. اگر این عذابی که در داخل خود افغانستان است از این حزبگری از صرف نظر کنن، بیاین پرابلم ملی افغانستان که به اصطلاح از بین بردن همین موضوع تروریسم، عملات پاکستان و عملات ایران است، این از بین ببره. شما میفهمین که هیچ مملکت تا قدرت نخواهد داشت که به طرف مسائل کنه، چون این عذاب قدرت سیاسی ازشان بوده، اینا از بین رفتن. اینا میخواین دوباره قدرت به دست بیارن به اعمال تخریبی، یعنی اینا مخرب هستن به اصطلاح در داخل خاک افغانستان. مثلا همین روز افطار کردن آقای عهدی، آقای قانونی و برادر خدا کنه ما غلط نباشیم، اشخاص که در روزه افطاری به اصطلاح روزه افطار کردن کت صدر اعظم پاکستان داخل افغانستان و اونا ادعا کردن که پاکستان اینا را کمک کنه. تا که این روی مخرب بودن در بین احزاب و در بین خود مردم افغانستان از بین نره، پرابلم سیاسی افغانستان حل شدنی نیست. برای که حزب کمونیست میخواد که مجاهد تخریب کنه و حزب به اصطلاح دیگه میخواد کمونیست به اصطلاح تخریب کنه، یکی در جان دیگه در به اصطلاح گوشت و کارت شدن. تا که این روی ملی این مشکل در داخل افغانستان از بین نره، ما نمیتونیم که پرابلم ملی خود حل فصل کنیم. بیاین برادرها که مصالحه ملی کنیم، از مخرب بودن دست بکشیم، تنها خیر و فلاح مردم افغانستان و افغانستان عزیز و گرامی خود در نظر بگیریم و کوشش کنیم
کار را براپرتیم که دو فخر ملی برای مردم افغانستان بگذاریم. این جواب سوال ما بود. انشاءالله در برنامه دیورنجرگه ما همراه شما صحبت زیاد دارم. برای مزید معلومات شما یک ویدیو کلیپک خورده میمانم، گرچه باید نمانم میمانم. باز برادرها زیادتر به ما از پیش ما سوال کردن از این که میمان خانه شما بودم با تقریبا 2 ساعت. از شما بسیار ممنون هستم. خداوند شما را خیر بده در خانه افغان، در افغانستان خیر و برکت خداوند جل جلاله بیاره. از مهربانیتان، از این که به صحبت‌های ما گوش کردین ما بسیار ممنون هستم. ما در خدمت شما هستم. ما خادم ملت افغانستان هستم. تلویزیون پیام افغان خادم ملت افغانستان است. خداب صاحب از تشکر میکنم از مهربانی لطفش. دیگه تا دیدار آینده که روشنبه باشه شما را به خدا میسپارم. همین کلیپ به اصطلاح باعث یک تحفه براتون میگذارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Nazina Baluchana